اندیکاتور اول سوپر ترند هست. به چارت ادش میکنیم، میریم توی تنظیمات، ATI پریود رو روی 55 و ATR مالتیپلایر رو روی 2 میگذاریم. اندیکاتور دوم مووینگ اوریج اکسپوننشیال هست. به تب اندیکاتور میریم، EMA تایپ میکنیم و به چارت اد میکنیم، میریم توی تنظیماتش، لنتش رو روی 200 کندله میگذاریم و از بخش استایل EMA رو کمی ضخیم‌تر و پررنگ‌تر میکنیم تا راحت‌تر بتونیم ببینیمش. اوکی. جایی که قیمت بالای 200 کندله باشه میتونیم سیگنال بای بگیریم با استاپ پشت آخرین سوینگ و ریسک به ریوارد 1/1.8 و جایی هم که قیمت زیر 200 کندله باشه شورت میگیریم، بازم استاپ پشت سوینگ و ریسک به ریوارد 1/1.8 و تمام.